Hello guys, today I'm gonna show you how to اینو چجوری باید درست بکنی اگه گربه اینو پاره پوره کرده. گربه گناه هم نداره، من ببینمش پیش میکنم بهش. پس میریم سراغ انواع و اقسام و چسبایی که داریم. بله، چسب LCD موبایل اینجا داریم. خوبیش چیه؟ نوکشتایزن انتاش پاخن. خب اول از همه اینا رو میریم کات میزنیم اینطوری سراغ این اینطوری. بعدم از بین نرفته که با چنگال داده تو دیگه، یعنی پریده. درسته؟ آخر کارو بهتون میگم که باید چیکار کنی. فعلا باید اینا که کنده شده اینا رو پر کنیم، صافش میکنم، یک دستش میکنم. خدایی هر کاری که میکنم شما یوتیوب که نمیای که. بابا بیا چهار چیز آموزشی تو یوتیوب یاد بگیر، این چیزا جاش تو اینستا نیست. باور کن. بریم سراغ چیزای ریزتر. البته اونم عین همین، یه سری نقطه های کوچیک توش پر میکنم، صاف میکنم، با چسب یک دست میکنم. در نهایت به همچین کثافت کاری رسیدیم. بعد ببینیم که اینا که خوش شدن بعدش چیکار میخوایم بکنیم. به نظر شما میشه یا نمیشه؟ ممکنه بگه آجی خب چرا نمیره اینو چند کنی؟ خیر، تا وقتی اون گربه اونجا هست خیر. خیلی خوب، بشای خوب، بشای خوب باشین. ببینیم این چیه، ببینیم پروژه تا چه حدی پیش رفت. این چسب میزنی خیلی بهتر از اینه که چسب نمیزنی. ببین اینه که چسب زدم صافه، اونایی که همینجوری با پنسوی انگشت اینو زدن اندازه این صافه دستش چقدر خوبه. ایدم چی بود؟ والا اگه بدونم ایدم چی بود، مثلا اینو اینطوری کنم، با توف باید واکس کفش بخوره. رنگ ماژیک ما بچه ببینید، اینه، این یکی، این با اینه. از این نداشتم، اینم که سرمه‌ایه، رفتم از این وایت بوردا پیدا کردم ببینم با این چجوری میشه. این خوبه، پس رنگ باید باشه بچه، رنگ هم میتونید بذارید. خوبه خوبه. حالا این همه سوراخو چی کار کنیم؟ همه رو همینجوری پت میزنیم دیگه. آخر کار باید ببینیم چی میشه. خیلی خوب شد، چون اینکه اینایی که چسب زدم خیلی عالی شد، اصلا عالیه. اینا میدونی درب و داغون بود دیگه، اول کلیپ که بودن ترکیده بود. حالا این شد، بالاخره اون پاره‌پورگی و رنگ‌ها و اینا رو از بین بردیم.
بد نیست، یکم بهتر شد، ولی تا وقتی که اون گربه ها اونجاست من اینو تعمیر نمی کنم، یا جای من اونجاست یا جای اون گربه. اینجاش خیلی خوب شد. اینجا دیگه داغون بود آخه بچه ها، ببین زده دیگه بیرون. به حال خیلی ممنون. دیگه خودتون بگین ارزش داشت یا نه. تمام. خدا نگهدار.